خب بیایم سراغ این قسمت. Food avoidances and taboos, the yuck factor. خب حالا می‌خوایم پرهیزات غذایی avoidances و تابوهای غذایی رو بررسی کنیم که به صورت خلاصه میگه the yuck factor. این یاک که به صورت دیگه هم نوشته میشه، یعنی یه سی قبل از کی هم میتونه قرار بگیره، این فرمال هستش. برای چه استفاده میشه؟ Used to show that you think something is very unpleasant. نشون بدید که یه چیز خیلی نامطلوب هستش. پس میگیم که پرهیزات و تابوهای غذایی همون فاکتورهای دوست نداشتنی، the yuck factor یعنی چی؟ همون فاکتورها. کدوم فاکتورها؟ فاکتورهای نامطلوب. فاکتورهای نامطلوب چی هستن؟ food avoidances، پرهیزات غذایی، and taboos و تابوهای غذایی، چیزایی که forbidden هستن. خب nophobia is a dislike of the new, and in the case of food, this newness or oddness may be manifested in its taste, odor, or appearance. Young children are especially prone to the rejection of foods for this reason, but adults may also show a reluctance to try novel foods or dishes that seems to lie beyond the limits of their socially constructed taste. But it is not only new foods that are avoided. خب بریم سراغ نئوفوبیا. میگه که نئوفوبیا به معنای عدم علاقه به چیزهای جدید هستش. نئوفوبیا یعنی ترس چیزهای جدید. پس یک عدم علاقه، یک تنفر از چی هستش؟ به چیزهای جدید. In the case of food، حالا در مورد غذا اگه بخوایم صحبت کنیم در مورد غذا، this newness or oddness may be manifested in its taste, odor or appearance. این تازگی یا عجیب بودن، oddness، ممکنه چی باشه؟ ممکنه در طعم، بو یا ظاهر اون مشاهده بشه. پس در واقع منیفست بکنه. که منیفست یعنی چی؟ منیفست در واقع همون به معنای to show a feeling or attitude، به این معنا هستش. پس هم نشون داده بشه. و در واقع میدونیم که odor بریتیش هستش و odor امریکن هستش که در واقع این امریکن اسپلینگ بریتیشش به چه صورت هستش؟ بعد از او که بعد از دی، بعد او بعد یه یو هم قرار بگیره، بعد آر قرار میگیره. پس odor به معنای smell especially an unpleasant one، همون smell و بو هستش ولی خب نامطلوبش بیشتر. پس در مورد غذا این جدید بودن و عجیب بودن ممکنه در طعمش، بوی نامطلوبش یا ظاهرش خودش رو نشون بده. کودکان به ویژه، مخصوصا کودکان به ویژه به دلیل این مسئله تمایل بیشتری به رد کردن غذا دارن. Prone to the rejection of food for this reason، به همین دلیلی که گفتیم جدید بودن بیشتر تمایل دارن که غذا رو رد کنن. Prone to یعنی در معرض یه چیزی قرار گرفتن، در معرض تمایل به یک کاری انجام دادن یه چیزی رو میگن prone to، که در واقع همون چی هستش؟ همون likely، احتمالش داره، بیشتر احتمال داره که در معرض این کار قرار بشه. likely to do something or suffer from something especially something bad or harmful. پس بیشتر احتمالش داره که در معرض یه چیزی قرار بگیرن، یک کار رو انجام بدن یا از یه چیزی رنج ببرن، مخصوصا چیزی که بد باشه یا مضر باشه. پس میگیم are prone. prone هم adjective هستش، برای همین قبلش هم فعل to be اومده و این prone که prone هم امبریتیش تلفظ میشه به صورت ادورب هم به کار برده میشه. مثلا میگیم Jack lay prone on his bed. اوکی؟ پس این prone بعد از ورب lay اومده، پس در نقش ادورب هست، ولی اینجا adjective هست بعد از افعال to be میادش و در واقع اینجا در نقش adjective هستش، به معنی همون کاری رو بخوان انجام بدن. البته وقتی در نقش adjective هم هستش به صورت رسمی معنی lying down with the front of your body facing down هستش، که رو دراز کشیده باشه زمین، که همون قسمت جلوی بدنتون به زمین برخورد بکنه. خب
که در واقع در این معنا به معنی prostrate هستش. prostrate هم در نقش verb هستش هم adjective که در واقع اینجا منظورش prostrate yourself یعنی to lie on your front with your face toward the ground یعنی روی شکم خوابیدن. پس این prone to به معنای دومش با اون که adjective هستش معنای دومش همون روی شکم خوابیدن هستش. مثالش میتونی بگی his eyes shifted to the prone body on the floor. اوکی؟ خب حالا دیگه از بحث دور نشیم. prone اینجا به معنای همون likely to do something هستش or suffer from something که اینجا میگه بچهای کوچیک به ویژه or especially به ویژه بیشتر در معرض رد کردن غذا به این دلیل هستن. پس به این دلیل به دلیل این مسئله که گفتیم این دلیلی که گفتیم جدید هست و عجیب هست و هر چیزی تمایل بیشتری به رد کردن غذا دارن. اما بزرگسالان نیز ممکنه در برابر امتحان غذاهای جدید یا غذایی که به نظر میرسه فراتر از مرزهای سلیقه اجتماعیشون باشه مقاومت نشون بده. پس adult یا adult بریتیش هستم نشون میدن یک چی یه بزرگسالان هم ممکنه که یه مقاومت نشون بدن. show a reluctance یعنی یک مقاومت، یک بی‌توجهی، کم توجهی. برای چی این مقاومت رو به چی نشون میدن؟ show a reluctance یعنی مقاومت به چی نشون میدن که امتحان کنن غذاها و در واقع حالا خوردنی های جدید رو. پس بنابراین برای چی بهشون نشون میدن غذاهای جدید یا خوراکی به نظر به غذاهای جدید novel foods or dishes یا غذاهایی که به نظر میرسه فراتر از مرزهای سلیقه اجتماعیشون باشه. ببینید لای قرار گرفته باشه اون غذاها جزء چی؟ beyond the limits یعنی فراتر از مرزهای their socially constructed taste سلیقه یا مزه و یا طعم در واقع سلیقه اجتماعیشون باشه. خب ادامهش میگه که but it is not only new foods that are avoided ولی خب اینم فقط اینجوری نیستش که غذاهای جدید از اون فقط اجتناب بشه. پس این اما فقط غذاهای جدید نیستن که از آنها اجتناب می شود. ببینیم دیگه چه مواردی